نام خدا. فصل سوم. دوشنبه مدرسه نمیرم. جک هم نمیره. تمام روز تو بیمارستانیم. رو صندلیای نارنجی سفت اتاق مامان نشستیم. جک یه طرف و من طرف دیگش. جک خیلی با اون حرف میزنه. همه جور حرفهای پرسوز و گداز براش زمزمه میکنه. بعضی وقتا هم براش جوک تعریف میکنه. پرستار میخنده. اما مامان نشونی از لبخند هم رو صورتش. چشاش هنوز بسته است. یه خانم دکتر میاد. پلکاش رو بلند میکنه. با چراغ کوچیکی به چشاش نگاه میکنه. از این کار متنفرم. میترسم مامان دردش بیاد. اما مثل که براش اهمیتی نداره. مامان آروم خوابیده. خوابی عمیق. از دکتر میپرسم کی بیدار میشه؟ دکتر میگه هنوز نمیدونیم. باید صبر کنیم و ببینیم چی میشه. شاید میفهمی که شما اینجایی. پس همینجور با اون حرف بزنید. هم تو هم پدرت. اون پدر من نیست. اینو تو دلم میگم. کاش که لازم نبود جک هم اینجا باشه. من دوست ندارم جلوی اون با مامان حرف بزنم. من واقعا میدونم باید چه چیزایی به اون بگم. اما الان فقط چیزای بیخودی بهش میگم. سلام مامان، منم الا. بازم بلوز راه رو هم پوشیدم. خاله لیز برام شسته. اما از پودر لباسشویی اون خوشم نمیاد. بوش مثل مال ما نیست. مامانم بوی همیشگیش رو نمیده. بوی بد نمیده. اما موهاش بوی شامپوی نارگیل خودش رو هم نمیده. عطر خودش رو هم نزده. بوی بیمارستان میده. چیزای زشتی پوشیده. یه لباس سفید مزخرف که از پشت بر میخوره. ملافه هاش سفید و خیلی صاف و سوپر. مطمئنم لباس خواب صورتی و ملافه راحت خودش رو به اینا ترجیح میده. بی خودی نیست که یه ذره اخم کرده. منتظر میمونم تا جک برای خوردن قهوه از اتاق بیرون بره. پرستار مرتب میره و میاد. اما من برای خودم نمیارم. خودم رو جلو میکشم و تو گوش مامان حرف میزنم. نگران نباش مامان. خیلی خوب داره نفس میکشی. من که فکر نمی کنم این واقعا یه خواب طولانی باشه. فقط یه خواب خوب و آروم داری. مگه نه؟ یادت میاد وقتی کوچولو بودم تو برام بلند کتاب میخوندی و پشت دستم رو نوازش میکردی؟ نگاه کن. الانم من دارم دستتو نوازش میکنم. من پشت دستش رو نوازش میکنم و تا آرنج بالا میرم. بعد دوباره برمیگردم. میخوام هر جور شده یه ذره انگشتاش رو حرکت بده. هی فکر میکنم دارن حرکت میکنن. اما همونجور بی حرکت و شلن. گریه رو شروع میکنم. سرم خم میشه. جک همونطور که وارد اتاق میشه میگه الا. میخواد دستش رو دور شونم بذاره. اما من با یه حرکت دستش رو پس میزنم. آرامی میگه میفهمم. نمیفهمه. اون ماما رو یه ساله که میشناسه. نه ماما رو یه عمری که میشناسم. جک میگه بیا بریم. من پیش مامان میمونم. فقط 1-2 دقیقه. میخوام یه چیزی نشونت بدم. پرستار میگه با پدر برو. من مواظب مامانتم. اون پدر من نیست. این بار با صدای بلند میگم. مثل که پرستار جا خورده. جک میگه من ناپدریه بودم. الا خواهش میکنم با من بیا. با این حساب مجبورم دنبالش برم. تو راهروی دراز بخش جلو میریم. وارد راهروی دیگه ای میشیم تا اینکه صدای گریه بچه ها رو میشنویم. وای، من اصلا بچه رو فراموش کرده بودم. جک سعی میکنه لبخند بزنه. میگه میخوام برادر کوچولوت رو ببینی. اون برادر من نیست. برادر ناتنی منه. این حرف رو توی دلم میگم.
چون اگه به من بگن بدجنسیه. در مورد جک میشه بدجنسی کرد، اما این برادر یه بچه کوچولوی یه روز است. از پنجره اتاق نوزادا داخل رو نگاه میکنم و بچه ها رو توی تخت خوابای فلزی میبینم. جک میگه اونجاست، به اون گوشه. صداش بازم میلرزه. پسر کوچولوی بیچاره، تنها موندی؟ پرستاری با عجله رد میشه و به جک نگاه میکنه و میگه آقای مینترز، اگه میخواید میتونید برید تو و بچه رو بغل کنید. بعد رو به من سرش رو تکون میده و میگه تو هم همینطور عزیزکن. جک دستاش رو با ماده ضدعفونی کننده مخصوص که روی دیوار نصب شده کامل میشوره. منم به همه دستام میمالم. بعد وارد اتاق میشیم. با وجودی که تقریبا همه بچه ها بیدارن، ما نوک پنجره راه میریم. بعضی‌هاشون از ته گلو جیغ میکشن. حالا که توی اتاقیم صدا بیشتره. با حرکت زیگزاگی از میان تخت خوابا به تخت خواب گوشه دیوار میرسیم. جک میگه آره همینه. چشمای من هنوز از اشک خیسه. خوب اونا رو میمالم و دوباره نگاه میکنم. اونم داره گریه میکنه، اما آروم و غم زده. انگار که غمگینه، نه عصبانی. صورتش مثل بچه‌هایی که دارن عربده میزنن قرمز نیست، صورتیه و یه خالخالایی هم روی لپ و پیشانیش داره. چشماش رو در هم کشیده و دهنش بازه. دماغش اندازه دکمه است. فکر میکردم مثل دماغ جک گنده میشه، اما کوچولو و ظریفه. موهاش بوره. دستای کوچولوش رو کنار سرش نگه داشته. دستاش رو مشت کرده. انگار که میخواد بجنگه. جک آهسته میگه سلام پسر کوچولو. دست دراز میکنه و خیلی خیلی با احتیاط بچه رو بلند میکنه. یکی از پاهای کوچولوی بامزش از زیر لباس بیرون میاد و تکون میخوره. جک لباس بچه رو مرتب میکنه، اون رو به سینه‌اش میچسبونه و بچه رو محکم گرفته. اما لرزش دستش رو میبینم. میگه چطوری؟ طفلک کوچولو. سعی داره تکونش بده. بچه با بینی گرفته نفس میکشه. میگه خوشت میاد؟ آره؟ صورتش رو به بچه میچسبونه و میگه پسر کوچولوی من آب دهنم رو قورت میدم. جک نگاه هم میکنه و میگه میخوای بغلش کنی الا؟ سرم رو تو رد سوالش تکون میدم. اما جک بچه رو به طرفم گرفته. میگه بیا اینقدر نترس، آسونه. دستات رو بیار جلو، من کمکت میکنم. بچه رو به سینم میچسبونه و مجبور میشم دستم رو دور بچه بگیرم. سنگین تر از اونی که فکر میکردم. یه چیز گرم و نرم و کوچولو. جک آهسته میگه یه دستت رو حایل سرش کن. انگشتا رو زیر سرش میگیرم. موهاش نرم و ابریشمیه. چشاشم بازه. به من نگاه میکنه. هنوز اخم کرده و نگران. اما گریه نمیکنه. فکر میکردم ازش نفرت دارم. همین فسقلی باعث شد که جک و مامان خونه هاشون رو یکی کنن. باعث شد مامان موقع زایمان مریض بشه. همه اینا تقصیر این بچه است. نه، احمقانه است. این فقط یه بچه کوچولوه. این کارا رو که از قصد نکرده. فقط رشد کرده و دنیا اومده. الانم واقعا نه من رو میخواد نه جک رو. اون فقط مامانش رو میخواد. از جک میپرسم میتونیم پیش مامان ببریمش؟ جک میگه اینا میخوان هر چه زودتر این کارو بکنن. هر وقت که مامان کمی بهتر بشه. میگم به مامان نیاز داره. آره میدونم. همه ما به اون نیاز داریم. خب حالا بیا برش برگردونیم سر جاش و بریم پیش مامانه. همه چیز رو در مورد بچه براش تعریف میکنیم.
سعی میکنم بچه رو تو تخت خوابش بذارم. جک کمک میکنه. جک از من میپرسه بچه دوست داره به پهلو بخوابه یا به پشت یا رو شکمش. خیلی با دقت بچه رو به پشت میخوابونیم و همون شکل که بقیه بچه ها رو خوابوندن. میگم من بیشتر دوست دارم به پهلو بخوابم. جک میگه منم همینطور. مامانت میگه اگه به پشت بخوابم خورخور میکنم. تو راه برگشت به اتاق مامان یه فکری میکنم. اگه بتونم پیش از رسیدن به اتاق مامان 100 بار بگم من مامان رو دوست دارم، وقتی به اونجا برسیم چشاش رو باز میکنه. این که خواسته زیادی نیست. من نمیگم بشینه یا بغلم کنه یا اسمم رو صدا کنه. تنها کاری که باید بکنه اینه که چشاش رو باز کنه و ببینه که من اونجام. بارها و بارها این منظره رو مجسم کردم. پلکاش آروم باز میشن. همونطور که دارم میگم من مامان رو دوست دارم، با چشای قشنگ آبیش به من نگاه میکنه. وقتی به در اتاق رسیدیم فقط 82 بار گفته بودم. برای همین یه لحظه این پا و اون پا میکنم. محکم رو به دیوار میستم. مثل دیوانه ها زیر لب حرف میزنم. جک که متوجه موضوع نیست منو به جلو رفتن تشویق میکنه. الا طوری نشده. بی خودی نترس. بیا دستت رو بده به من. هیچ توجهی نمی کنم. به دیوار زل زدم و تکرار می کنم تا میرسم به 100. مطمئنم درست شمردم. اشتباه نکردم. اما مامان همونطور خوابیده. چشاش بسته است. به طرفش میرم. شونه هاش رو تکون میدم. مامان، مامان، آخ مامان خواهش میکنم. پرستار جدید اخم میکنه و میگه بهتر بود دخترتون رو نمی آوردید. این کار فقط ناراحتش میکنه. داد میزنم و میگم من دختر اون نیستم. خیلی خوب، مهم نیست که هستی. تو اجازه نداری تو بخش من از این کارا بکنی. جک میگه خواهش میکنم آروم باش. الا تو باید راجع به بچه برای مامان حرف بزنی. بیا براش تعریف کن. اون وقت تو گوش مامان از بچه براش میدم. از دستای کوچکش، دماغ کوچک دکمه‌ایش، موهای مثل ککش، چشای درشت آبیش. مامان چشای آبیش به شما رفته. چرا برای یه لحظه هم که شده چشاتون رو باز نمی کنید که نشون بدید هنوز با مایی. مامان خیلی بی حرکت خوابیده. هرچند که سینه‌اش بالا و پایی میره. بالا و پایی. بعد وقتی که من روی صندلی نارنجی لم میدم جک برای اون حرف میزنه. من خمیازه میکشم. پام رو پا میندازم. دهن دره میکنم. نمیتونم ما رو بگیرم. بعد از مدتی جک یادش میفته که یادمون رفته غذا بخوریم. میگم من گرسنه نیستم. منم گرسنه نیستم. ولی بهتره بریم و یه چیزی بخوریم. دلم نمیخواد بریم. ولی پرستار داره به من نگاه میکنه و میترسم اگه بحث کنم منو از بخش بیرون کنه. برای همین دنبال جک راه میافتم. دوباره خودمون رو به زور توی راه رو میکشیم تا غذاخوری رو پیدا کنیم. و غذاهای روی صفحه نمایش نگاه میکنیم و از مزه کردنشون هم بدم میاد. چه برسه به خوردن. جک میگه بیا 2 تا بشقاب چیپس بگیریم. من به طور معمول اجازه ندارم یه بشقاب چیپس به عنوان ناهار بخورم. عاشق چیپسم. اینا هم حسابی ترد و طلایی‌ان. اما من فقط نصف بشقابم رو میتونم بخورم. جک چیپسای منم میخوره. هیچ حرفی نمیزنیم. حرفامون ته کشیده. به اتاق برمیگردیم و میشینیم و اون خوابه. بالاخره لیز میاد با اون لباس سرمه‌ایش. قرار نیست به جز فامیلای درجه 1 کسی تو بیمارستان به دیدن اون بیاد.
اما جک توضیح میده که اون دو دوستای خیلی صمیمی و مثل خواهرن. وقتی مامان رو میبینه یه لحظه نفسش بند میاد و بعد شروع به گریه میکنه. میگه وای سو، خدای من، سو. بارها و بارها تکرار میکنه. براش گل آورده، اما مامان که نمیتونه اونا رو ببینه. میوه آورده، اما اون که نمیتونه چیزی بخوره. براش لوازم آرایش و برس مو آورده، اما اون نمیتونه صورتش رو درست کنه، به موهاش رو درست بکشه. جک میگه لیز، بشین کنارش، براش حرف بزن. فکر میکنم صدای ما رو بشنوه، هرچند که جواب نمیده. اما لیز سرش رو تکون میده، دستش رو دهنشه. نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. وای خدای من، جک متاسفم، نمیتونم. اینا رو زیر لب میگه و از اتاق میدوه بیرون. من وحشت زده تو هم مچالم. جک میگه لیز عزیز بیچاره. زمزمه میکنم خیلی آدم بدیه. مامان بهترین دوست اونه. آدم بدی نیست، فقط ناراحته. میگم با این حرفاش مامان رو میرنجونه. من مطمئنم که درک میکنه و حتما خیلی خوشحاله که دختری منطقی مثل تو داره. حالا تو خودت باش حرف بزن. الا با این برس موهاش رو شونه کن. خوشگلش کن. من موهای مامان رو برس میکشم. حالا موهاش با این ترسیده جرقه میزنه و میپره بالا. نمیدونم اگه برس رو به همه جاش بکشم بدنش هم مثل موهاش حرکت میکنه یا نه. اما نمیخوام ریسک کنم و این سوزنای سفت برس رو به تنش بکشم. به جاش انگشتاش رو میمالم و دوباره و دوباره. اما حتی اونا هم کوچکترین حرکتی نمیکنن. تو گوشش میگم هیچ توجهی به حرکت لیز نکن مامان. تو نیازی به اون نداری. خودم بهترین دوستت میشم. پرستاری از دم در نگاهی به اتاق میندازه. میگه میخوای مریضامون رو برای خواب آماده کنیم. شما دوتا میمونی؟ جک میگه نه، بهتره بریم. الا مامانت رو ببوس، خداحافظی کن. بهش بگو فردا اول وقت میای پیشش. لیز رو میبینیم که تو راه رو این دست و اون دست میکنه. میگه خدای من خیلی متاسفم جک. نتونستم توی اتاق بمونم. هیچ وقت تحمل بیمارستان رو ندارم. نمیتونم صورت اون وضع ناجور ببینم. میگم مامان ناجور نیست. تو ناجوری. جک میگه الا اینجور حرف نزن. و به لیز میگه او خیلی خسته است. نیست، منظوری نداره. زیر لب میگم خیلی هم منظور دارم. لیز میگه دکترها چی میگن؟ چرا نمیتونن کاری انجام بدن؟ اگه مغزش صدمه دیده نمیتونن عمل کنن؟ مثل این که نه، فردا اسکن میکنن، ولی فکر نمیکنن کار مفید انجام بدن. فقط باید صبر کنیم طبیعت کار خودش رو بکنه. فقط باید امیدوار باشیم که اوضاع بهتر باشه. لیز میپرسه حالا امیدی هست؟ جک نگاهی به من میکنه و با لحن تندی به لیز میگه لیز همیشه امیدی هست. خانه لیز میریم. لیز تو اتومبیل خودش و ما تو اتومبیل جک. لیز میگه خیلی خستم و نمیتونم چیزی بپزم. میگم پیتزا بیارن. پیشونیش رو ماساژ میده. میگه عجب سردردی گرفتم. عین سردردهای میگرنیه. سر کار هم روز گندی داشتیم. دارن کارمندا رو کم میکنن. میخوام برای همین شغل تقاضای مجدد بدم. نمیدونم چه کار کنم. لیز به پرحرفی ادامه میده. من گوش نمیکنم. فکر نمیکنم جک هم گوش کنه. اینجا تو آپارتمان لیز نشستیم، اما انگار تو بیمارستانیم. هر کدوم یه طرف مامان. لیز یه شیشه نوشابه باز میکنه
و یه لیوان برای جک میریزه. جک میگه به نظرم نوشابه دیگه نداشته باشی لیز. نه، از اونایی که تو دوست داری من نمیخورم. با نگاهی به من میگه به هر حال من باید رانندگی کنم. بهتر ما بریم خونه الا. لیز میگه گوش کن جک. برای نگهداری از بچه هر وقت لازم باشه میتونی رو من حساب کنی. جک میگه وای لیز، اینجوری محشره. بچه کاملا سالمه. بیمارستان رو تا زمان محدودی نگه میدارن. مدام تو ذهنم دارم فکر میکنم شیر زدم به بچه رو چیکار کنم. قیافه لیز وحشت زده میشه. میگه وای خدا جون، منظورم نگهداری از الاست. جک، من هیچ سرشتی از مراقبت از نوزادها رو ندارم. منظورم اینه که هر وقت ضرورتی پیش بیاد من میتونم مواظب الا باشم. البته نه همیشه. خیلی متاسفم. مراقبت از نوزاد کار من نیست. باید یه پرستار درست حسابی پیدا کنیم. جک میگه از پس حقوقش بر نمیام. خب یه دایه، یکی که خوب آموزش دیده باشه. حالا وقتی یه خورده بزرگتر شد و راه افتاد شاید خودم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنم. میگم مامان وقتی بیدار بشه خودش از بچه نگهداری میکنه. دلم میخواد از منم مراقبت کنه. نمیخوام پیش لیز بمونم. اما با جک هم نمیخوام تنها باشم. به هر حال وسایلم رو جمع میکنم. از اینکه پیشش بودم تشکر میکنم. دستاش رو دور شونم حلقه میکنه و حسابی بغلم میکنه. میگه آه الا و شروع میکنه به گریه. کوچولوی عزیزم، چجوری میخوای با این بس سر کنی؟ جک میگه خب جوری سر میکنیم لیز. سوار میشیم و به طرف خونه میریم. جک میگه متاسفم الا، شاید دلت خواست اونجا بمونیم. دماغم رو بالا میکشم و چیزی نمیگم. باورم نمیشه که اینقدر خودخواه باشه. مثلا بهترین دوست مامانته. سو هر کاری از دستش بر بیاد برای اون انجام میده. وقتی دوست صمیمیش بی خبر لیز رو رها کرد و سراغ دوست دیگه رفت، سو کلی وقت براش گذاشت تا قصه نخوره. حالا که سو به اون نیاز داره اینجوری میکنه. خب بعضیا با بیمارستان و اینطور چیزا نمیتونن کنار بیان. اینو میدونم. اما امیدوار بودم که در مورد بچه کمکمون بکنه. تا وقتی که تا وقتی که گفتم تا وقتی که مامان بهتر بشه. میگم حتی پیتزا هم سفارش نداد. چی؟ آره نداد. خب حالا میریم و پیتزای خودمون رو میخوریم باشه؟ در یه پیتزا فروشی توقف میکنیم. جک میگه هر جور پیتزایی که دلم بخواد میتونم سفارش بدم. اما اصلا یادم نمیاد چی دوست دارم. جک میگه خب باشه من برات انتخاب میکنم. هرچند اون سلیقه منو نمیدونه. به نظرم حتی سلیقه خودش هم نمیدونه. وقتی به خونه میرسیم خونه به قدری ساکت و خالیه که به نظر میاد پیتزا خوردن توی اتاق نشیمن کار درستی نیست. انگار که توی کلیسا داریم غذا میخوریم. جک روی کاناپه میشینه. کنارش جاییه که باید مامان بشینه. پیتزا به دهنم میماسه. مزه جعبه مقواییش رو میده. جک تلویزیون روشن میکنه. صداش خیلی بلنده. هر دومون به اون زل زدیم. حداقل اینطوری مجبور نیستیم با هم حرف بزنیم. بیشتر پیتزای من میمونه. اونم فقط میتونه نصف پیتزاش رو بخوره. در یه قوطی نوشابه رو باز میکنه. بعد یکی دیگر رو. من نفسم رو با صدا تو میدم. میدونم مامان خوشش نمیاد جک زیادی بخوره. جک میپرسه میخوای برات یه نوشابه بیارم؟ تو یخچاله یا آب میوه؟ با آب میوه چطوری؟ شیر سالم‌تره یا آب میوه؟ شیر هم داریم. همین پیشنهادها رو با سر رد میکنم. پاهام رو میارم بالا و رو صندلی میذارم. دستا رو پاهام حلقه میکنم. جک بعد از مدتی میگه فکر میکنم داره وقت خوابت میشه. من همونطور کوس کرده نشستم و به روی خودم نمیارم. میگه الا باشه
امروز خیلی خسته شدی. از روی صندلی بلند میشم بدون اینکه به اون نگاهی کنم. از روی جلوش رد میشم و از اتاق بیرون میرم. میگه شب بخیر عزیزم. وقتی رفتی تو رخت خوابت میام بالا. به سرعت میگم نه لازم نیست. شب بخیر. مامان همیشه میومد و پتو رو روم مرتب میکرد. موقع مسواک زدن و دست و رو شستن همراه هم بود. وقتی پیژامم رو میپوشیدم میپریدم رو تخت و پیشم مینشست. گاهی برام کتاب میخوند. کتابای قدیمی دخترونی که خودش هم دوست داشت بخونه. کفش رقص شاهزاده خانم کوچولو و زنان کوچک. بعضی وقتا هم از خودش قصه میخوند. داستانی هم برام تعریف میکرد. راجب یه دختر سوپر قهرمان به اسم الابلا که میتونست پرواز کنه. حالا دیگه داستانای الابلایی برام خیلی بچگونه است. اما بعضی وقتا که بدجوری سرما میخوردم یا خیلی کلافه بودم ماما یه قصه جدید الابلایی برام تعریف میکرد. الان دلم میخواد هر چی دارم و ندارم بدم و در عوض مامان برام یه قصه الابلایی برام تعریف کنه. دستشویی میرم بعد لباس عوض میکنم. به رخت خواب میرم. عروسک‌های نرمم رو دورم میچینم. دستم رو تو دهن مخملیش میذارم. تدی خرسه طرف دیگم. سرش رو شونم افتاده. میگه الا باشه امروز خیلی خسته شدیم. از روی صندلی بلند میشم بدون اینکه به اون نگاهی کنم. از روی جلوش رد میشم و از اتاق بیرون میرم. میگه شب بخیر عزیزم. وقتی رفتی تو رخت خوابت میام بالا. به صورت میگم نه لازم نیست بیاد. شب بخیر. مامان همیشه میومد و پتو رو مرتب میکرد. موقع مسواک زدن و دست و رو شستن همراه هم بود. وقتی پیژامم رو میپوشیدم میپریدم رو تخت اون پیشم میشست. گاهی برام کتاب میخوند. کتابای قدیمی دخترونی که خودش هم دوست داشت بخونه. کفش رقص شاهزاده خانم کوچولو، زنان کوچیک. بعضی وقتا هم از خودش قصه میخوند. داستانایی برام تعریف میکرد که راجبه یه دختر سوپر قهرمان به اسم الابلا که میتونست پرواز کنه. حالا دیگه داستانای الابلا برام خیلی بچگونه است. اما بعضی وقتا که بدجوری سرما میخوردم یا خیلی کلافه بودم مامان یه قصه جدید الابلایی برام تعریف میکرد. الان دلم میخواد هر چی دارم و ندارم بدم و در عوض مامان برام یه قصه الابلایی برام تعریف کنه. به دستشویی میرم بعد لباس عوض میکنم به رخت خواب میرم. عروسکای نرمم رو دورم میچینم. هریت دیپو به سینم میچسبونم. دستم رو تو دهن مخملیش میذارم. تدی خرسته طرف دیگم. سرش شور رو شونم افتاده. حیوول میخورم. برای 4مین بار عروسکام رو جا به جا میکنم. اون وقت جک به در میزنه. سرش رو تو میاره. میگه میخوای لحافت رو قشنگ رو بکشم؟ گفتم که نه لازم نیست. الا میگم میخوام بخوابم خستم. جک میگه باشه عزیزم شب بخیر. اگه نصف شب بیدار شدی میتونی بیای و در اتاق منو بزنی باشه؟ سعی کن خیلی نگران نباشی. بعد از اینکه جک رفت حالا خوابم نبود. حالا ساعت 4 از خواب میپرم. قلبم گروب میزنه. داغ پیژامم به تنم چسبیده. وحشتناکترین کابوس رو دیدم. مامان زایده بود و بعد از زایمان به کما رفته بود. حالا توی بیمارستان بستری بود. با وجود اینکه فقط یه خواب بود به طوری وحشت کرده بودم که میخوام مامانم رو صدا بزنم. نه صبر کن خواب نیست. واقعیت همینه. مامان اینجا نیست. فقط جک توی خونه است. صدای گنگی رو از اتاقش میشنوم.
داره گریه میکنه. لفافم رو روی سرم میکشم. عروسکم رو محکم توی بغلم میگیرم. منم گریه میکنم. پایان فصل 3.